سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز. من نیما هستم و این هم چنل من PS تایم هستش. امروز اومدیم با پارت 3 آنلاین بازی کردن با کد DNS. هر هفته یک کد DNS جدید بهتون میگم که با هم میتونید به راحتی آنلاین بازی کنید بدون اینکه پول بدید به فیلتر شکن‌های گرون که می‌خرید و بعد از چند مدت از کار میفته. با این روش ما میتونید دائما به راحتی آنلاین بازی کنید بدون لگ، بدون باگ خوردن. آنلاین بازی کنید، ایونت ها رو تکمیل کنید، با رفیقاتون آنلاین برید و رنکتون رو به دیویژن 1 برسونید. همینطور که میدونید این سومین پارت یا برای دوستانی که تازه به چنل ما اومدن اولین پارت محسوب میشه. حتما چنل من رو ساب کنید که کلی ویدیوی آموزشی گذاشتم. روش بیگ تایم مسیرم گذاشتم، اگه خواستید میتونید ازش استفاده بکنید. حتما داخل چنل رو یه سری بزنید و تماشا کنید. ساب فراموش نشه. چنل تلگرامیمون هم توی کپشن هست. تا آخر ویدیو همراه من باش. خب رفقا، بریم که ادامه این ویدیو آموزشی رو بهتون توضیح بدم. دقت داشته باشید که این ویدیو تا ثانیه آخرش آموزشی. حتما از دست ندید، تا ثانیه آخر تماشا کنیدش که از نکات مهمی که بهتون میگم بی بهره نمونید تا بتونید که راحت بازی رو بیارید و به مشکل بر نخورید. یه مشکلی که خیلی دارید اینه که میگید این کد رو میزنید بعد چند وقت از کار میفته. درسته، چون که شما اینو انقدر استفاده میکنید DNS داده شما رو میفرسته به سرور و یک باگ ایجاد میشه. یه روشی هستش که میشه این رو برطرف کرد. این روش اینه که کلیر دیتا بزنید و نزدیک 10 ثانیه گوشی موبایلتون روی حالت پرواز قرار بدید. به خاطر همین من اومدم بهتون یاد بدم. روی این فروشگاه پلی میزنید، نگه میدارید. گوشی من شیائمیه، برای کسایی که شیائمی دارم توضیح میدم. اگه اندروید داشته باشم و همین رواله پاکسازی همه داده ها رو میزنید و تایید. این حساب گوگلتون رو پاک نمیکنید، توجه داشته باشید. و بعد از اون میاید و اینترنتتون رو خاموش میکنید. این حالت پرواز رو قرار میدید. این حالت پرواز باید بین 5 الی 15 ثانیه باشه. هر چقدر بهتر، هر چقدر بیشتر باشه بهتره. خب ما حدود 5 ثانیه 10 ثانیه منتظر میمونیم برای اینکه ویدیو زیاد طولانی نشه. سریعتر میزنم، بعد میزنیم روش و منتظر میمونیم که آنتن های خط ما برگرده. وقتی که برگشت روی نقطه اتصال روی اینترنت میزنیم، میایم روی DNS چنجر برنامه. اینا هم کدای جدیدی هستن که من به تازگی اینا رو پیدا کردم و درست کردم تا شما بتونید ازش استفاده بکنید. توی کادر اولی 1.1.1.1 4 تا 1، توی کادر دومی 1.0.0.1 هستش. این کد جدیدیه که خیلی گاد سرعت خوبی داره، بدون لگ میاره، بدون تاخیر براتون به راحتی میاره. وقتی که این کد رو وارد کردید روی این استارت کلیک میکنید و منتظر میمونید که سبز رنگ بشه. وقتی که سبز رنگ شد میاید و روی همینطور که میبینید یه چند ثانیه منتظر میمونیم تا برنامه ای فوتبال بیاد. همین لوگوی کنامی اومد با رنگ قرمز. دمش هم گرم که این هفته خیلی باکس های جالبی آورده، از جمله باکس سوپر بیگ تایم های مسی که باکس تکراری و گادی است. حتما براش بزنید. روشش رو هم توی چنل گذاشتم، حتما سر بزنید و امتحان بکنید. خب و رفقا یادتون نره چنل ما رو حتما ساب کنید که داریم میرسیم به 1000 تا ساب. الان نزدیک فکر کنم 550-560 تا ساب داشته باشیم. روی صفحه میزنیم و توجه داشته باشید که این کلیر دیتایی که زدید بازی براتون سریعتر میاره. اگه بعضی وقت بدون بازی براتون نیاورد این کار انجام بدید میاره دیگه، نیاز نیستش به فیلتر شکن وصل بشید. خب بازی برامون بالا آورد. میریم که براتون یه چند تا از اتفاقاتی که به بازی اضافه شده رو بگیم. میبینید که یک کمپین 750 میلیون دانلود اومده که 250 تا کوین میده، 3 تا شانس هایلایت میده که این هایلایت لواندوفسکی، اشرف حکیمی، کناته و لوکاتلی هستن که میتونید بگیریدشون. کوین رایگان نه کوین جشنواره اومده خدمتتون عرض کنم که یه مبلغی میدید و میتونید بخرید. خودم اگه دلتون خواست میتونید بهم پیام بدید. کسی اعتماد ندارید بهم میتونید پیام بدید، من واسهتون میتونم خریداری بکنمش. قیمتش هم یه قیمت خیلی به صرفه تر از قیمت کوین عادی هستش. و وقتی که ما وصل شدیم اینم بریم یه ترکیب خودمون رو بهتون نشون بدم.
همینطور که میبینید دوتا سوپر اپیک داریم، گلیت آرنولد و سوپر شوتایم رونالدو. اینم از تعویضی های ما هستش که ون باستن و غیره هستن و اینم از تعویضی هامون. اینم که تر اکانتمون بکو میزنیم و در میاریم. خب رفقا بریم که بهتون آموزش آنلاین بازی کردن رو بهتون یاد بدم. توی این دو بخش ایونت پی وی پی میتونید آنلاین بازی کنید، سکه جمع کنید. اینم این فوتبال لیگ هستش که میتونید دیویژنتون رو به بالا ببرید و جزو نفرات برتر بازی فوتبال موبایل باشید. خب من میخوام این که براتون نشون بدم با این میشه ایونت ها رو رفت و آنلاین بازی کرد رو بهتون ثابت بکنم. خب همونطور که میبینید من بعضی از همه ایونت ها رو انجام دادم و سکه‌هامو گرفتم. فقط میرم که مراحل بعدیش رو واسهتون نشون بدم که میشه تکمیل کرد و آورد. این از ترکیب من و اینم از ایونت آنلاین که یه اسکیل میده تو بخش دومش. کومش رو میزنم و منتظر میمونم که برای من یه حریف پیدا بکنه. همینطور که میبینید نوشته search for an opponent. انگلیسی خوب نیست ولی احتمال همین چیزو نوشته شده باشه. منتظر میمونیم تا حریف برامون پیدا کنه. فعلا در حال جستجو کردنه. خب رفقا همینطور که میبینید در حال چک کردن اینترنت ما هستش. یکم منتظر میمونیم تا این اتصال برقرار بشه و بتونیم آنلاین بازی بکنیم. یه نزدیک چند ثانیه وایسید پیدا میکنه. همینطور که دیدید الان یه حریف 4 آنتن برامون پیدا کرد که بدون لگ میاره. پرو کد رو میزنیم و منتظر میمونیم حریفمون رو پیدا کنیم. داوکندی حسن کرمی جان، اگر ویدیو ما رو میبینی حتما توی کامنت ها بهمون بگو. این از ترکیب ما و اینم از ترکیب رفیق عزیزمون. میبینید که پووتوهای شانس پووتو خوبی داره و واقعا ترکیبش فول پووتو رایگانه. چیزی به نام اپیک به جز رایگان چیزی نداره، کلا نکش رایگانه. بک رو میزنیم و نکست رو میزنیم و منتظر میمونیم تا رفیقمونم نکست بزنه و بریم توی بازی تا یه ذره از بازی رو بهتون نشون بدم که بدون لگ میاره. همینطور که میبینید آوردش و توپ دست رفیقمون یا همون حریف ما هست. خب میندازه به چه گل خوردیم، چه سریع دقیقه یک بازی گل میخوریم. همینطور که میبینید خیلی به راحتی میاره و میبینید که هیچ لگی نداره بازی. خب حالا توپ دست ماست و شروع میکنیم به بازی کردن. گلیت خب اول بسیم هم توپ لو میگیم، نیمار جونیور توپ میگیره، ویلینگتون ایلیس توپ لو میده. توپ دست گلیت میندازه به آرنولد که نمیرسه. به امباپه چقدر توپ لو میده. آرنولد، بیلینگهام، لاوتارو مارتینز، رونالدو، بیلینگهام، یه پاس فرار برای لاوتارو مارتینز و گل اول. همینطور که میبینید بدون لگ خیلی راحت بازی رو میاره. دیگه نگرانی نداره که اینترنتتون ضعیف باشه نتونید ایونت برید، سکه اسکیل ترینر جمع کنید و سریعتر پیشرفت کنید. همینطور که میبینید یوتیوب نیما پی اس ما گل رو زدیم. خب توپ دست لاوتارو مارتینز میفته. خب توپ فندایک میگیره ازش. این مرکی میم جایه. چقدر توپ لو میدن. این آرنولد واقعا گاده. از وقتی که اومده از اون سمت دیگه من هیچ توپی رو گل نمیخورم چون همشون میگیره. یه سانتر از آرنولد، لاوتارو مارتینز که به گلدان جمع میکنه. میم جایه توپ رو دور میکنه دوستمون. این بازیم زیاد خوب نیست به بزرگی خودتون ببخشید. نمیتونم وقتی که ویدیو رکورد میکنم بازی رو انجام بدم. در ریاست بازیم خوبه بد نیست ولی توی وقتی که ویدیو رکورد میکنم نمیتونم خوب بازی بکنم. و با دیویروینش میاد از این سمت میخواد سانتر بکشه.
نیمار هم که بدون هیچ مقاومت رو میبره به کورنر میزن. این نیمار فقط به جز فینیش و سرعت چیز خاصی نداره، هیچی نداره، ولی میشه به عنوان وینگر خیلی خوب ازش استفاده کرد. دید که حریفمون خیلی مطمئناً بازیش داده، میخواست از کورنر گل بزنه. حریف چبر و بدن دیبروینه دوباره هم همون کار رو انجام میده، ولی خب دیگه نمیشه که. خب رونالدو، وای خب خود رونالدو با پاس گولیت میره، خب نرسید. خب نو بازی در میاره ما نمیتونیم. شما مثل من نو پس یا نه تو کامنت ها بهم بگید. وینی جونیور دیبروینه رو راه میندازه از این سمت اینجا میگیره. وای چه توپی لو دادن. و همینجور که میبینید دوباره پس گرفتم از این بر میده وینیسیوس جونیور از بغلا میاره به اودگارد میخواست سانت کنه، هالند داره که با قد بلند نشست همون سمت میخواد گل بزنه. خب یه پاس کوتاه میدیم به داوید آلابا میده به کاستاکورتا، گولیت به بلینکام میده به لاتارو مارتینز. ای بابا چه پاسی بود داد لاتارو مارتینز. این مارتینز هم که نتونست کاری انجام بده. آرنولد دوباره توپگیری انجام میده رو گولیت. رونالدو رو گولیت، پاس رو گولیت نمیرسه. وای توپ لو ندم این مثلا. خب نیمه اول 1-1 تموم میشه. دیدید که اصلا لگ نداشتش بازی، با اینکه من دارم ویدیو رکورد میکنم بازی فعلا لگ نداشته. پینگش هم عالی بوده، سرعت عالی بوده، اصلا حرف نداره. بدون هیچ هزینه اینطور دارید راحت آنلاین بازی میکنید. خب کریس رونالدو رو گل که پاس بلند میزنه از این سمت میاد که لاتارو مارتینز را بده. لاوری که نه استارت بزنه. وای چه توپی چه شوای وقت خوشگل میخوای بازی کنه همین میشه. در بازیکن این دوناروما خیلی گاد بودن، این میشه اون سوتی بوده. بازیش فوق‌العاده است. پاساشو ببین، پاسا رو ببین. خب یه استارت از این برای امباپه میزنه. امباپه با سرعت بالاش، فندایک به دنبالشه. فندایک و گل. چه پاسی داد، چه استارتی زد، نتونست بگیرتش فندایک. همینطور که میبینید کامبک میزنیم و 2-1 میافتیم جلو. بود گلیت امباپه، آرنولد، لاتارو مارتینز، کریس رونالدو، نیمار. وای بلینکام ازش توپو میگیره از این سمت. ارلینگ هالند میده به نیمار جونیور با سرعت بالاش. چه سرعتی، وای چه شانسی آوردیم. خب میتونه رونالدو نتونسته استارت بزنه چون سرعت بالایی نداره، فقط و فینیشه خوبی داره رونالدو. بلینکام میده به گولیت، لاتارو مارتینز. هم که 1-2 کنم و که 1-2 هم موفق نمیشه. از این سمت کاستاکورتا، نیمار. همون نبود که گل بخوریم. وای از جدی بگیرم اینا رو. بلینکام استارت نمیزنه. این تو سرعت جالبی نداره. از این سمت نرسید خب آرنولد میده به رونالدو. نمیتونیم. نه دقیقه 80 بازی گذشته و ما فعلا 2-1 جلو هستیم از حریف که نمیگیم چون ایرانی هستش، دوست گلمون. خب چه سرعتی از کیم جای رد میشه، از آرنولد رد میشه. وای به نازم داوید آلابا، این مدافع اتریشی احتمالاً اگه درست گفته باشم.
خب نیمار چه لایی میزنه به اشرف حکیمی. لاتارو مارتینز نه دیدید چه موقعیت خوبی ازش دادیم. همینا که از دست بدیم گل میخوریم. خب نیمار دوباره توپ لو میدیم، از این سمت پولیت میگیره، دوباره پولیت لو میده، از این سمت هالند میاد که با سرعت انفجارش بره که نمیتونه بره و ما بازی رو 2-1 میبریم. یه کامبک خیلی خیلی دلانگیز میزنیم و از دایو کندی اگه اشتباه نخونم از رفیقمون برنده میشیم و این بخش رو کامل میکنیم. اینم چهره یک گلی. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل رو سابسکرایب کنید که به صحباتون نیاز داریم. دمتون گرم که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر ویدیو رو تا آخر نگاه کردی یه قلب قرمز برای من بذار که متوجه بشم. دمت گرم.